سلام رفقا، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. خوش اومدید به ایفلکس فیتنس. امیر هستم با آخرین اخبار بدنسازی. که بخش اول این ویدیو دو تا خبر دسته یکو دارم از مسابقات حرفه‌ای نیویورک که قراره توی 13 هفته دیگه برگزار شه. و در ادامه قراره بریم سراغ آخرین اخبار آرنولد کلاسیک. قبل اینکه بخوایم شروع کنیم این ویدیو رو لایک کنید، برای من یه کامنت بذارید و اگه چنل ما رو ساب ندارید سابسکرایب کنید. بریم که با هم این ویدیو رو ببینیم. خب خبر اولیو که براتون دارم آخرین آپدیتیه که نیک اخیراً منتشر کرده. الان تقریباً 13 هفته مونده به مسابقات نیویورک پرو، جایی که نیک واکر قراره برای رقابت به مصاف تونیو بورتو قهرمان سال گذشته این رقابت‌ها بره. نیک واکر سال 2022 قهرمان مسابقات نیویورک پرو شد و سال گذشته تونیو بورتو تونست قهرمانی این رقابت‌ها رو کسب کنه. امسال توی فاصله 13 هفته دیگه قرار هر دوی این قهرمانان کنار هم قرار بگیرن که برای کسب جواز مستر المپیای سال 2024 با هم رقابت کنن. اگرچه میدونید که نیک واکر سال گذشته نتونست به مستر المپیا برسه به دلیل آسیب دیدگی که توی عضلات همسترینگش داشت. خیلی‌ها بر این باورن که نیک واکر باید دعوتنامه اختصاصی از مستر المپیا بگیره برای حضور خودش توی سال 2024، ولی نیک واکر اینجوری فکر نمیکنه. نیک واکر اخیراً اعلام کرد که هیچ احتیاجی به این دعوتنامه نداره و هر کسی که قراره روی استیج مستر المپیا قرار بگیره باید سزاوار مستر المپیا باشه و باید جوازشو کسب کنه و تنها راه رسیدن به اون استیج اینه که بتونه قهرمانای دیگر رو شکست بده و قهرمانی یه مسابقه حرفه‌ای رو بگیره. خب بریم سراغ آخرین آپدیتی که نیک از خودش منتشر کرده. همونطور که میبینید تفاوت زیادی بین این عکس‌ها و عکسایی که قبلا منتشر کرده وجود داره و توی کپشن هم نزده که این عکس‌ها درست بعد از تمرینه یا کی گرفته شده. در واقع چیزی که مشهوده این عکس توی پوزینگ روم گرفته شده با یه نور فوق‌العاده و میتونید پمپ وحشتناک نیک واکر رو توی این عکس ببینید. در واقع چیزی که در مورد نیک تحسین برانگیزه اینه که کاری اون انجام میده که بقیه افراد توی آپدیتاشون انجام نمیدن. اون توی این عکس با یه پمپ وحشتناک و به مراتب بهتر از عکس‌های قبلی که از اون دیدیم ظاهر شده و دلیلش هم اینه که این عکس‌ها درست اول صبح بعد کاردیوی ناشتا گرفته شده، بعد تمرینات هوازی، و اگه بخواید اینجا به چگالی نیک توجه کنید دیوانه وار به نظر میرسه. میشه توی تمامی قسمت‌های بالاسین رگا رو دید و حتی توی قفسه سینه هم به خوبی میشه رگاشو دید. همونطور که گفتم 13 هفته داره تا مسابقات نیویورک پرو و در حال حاضر از شرایط فوق‌العاده‌ای برخورداره و اگه این فیگور قفسه سینه از بغل رو با فیگورهای قبلی که پست کرده مقایسه کنید ببینید که لول واسکولاریتی و رگاش به مراتب بیشتر شده و این نشون میده که یه پمپ خیلی خوب داره و دقیقاً میتونه این عکس‌ها مال بعد از کاردیو باشه. من خیلی خوشحالم که نیک دوباره داره از خودش پست میذاره و آپدیتاشو به ما نشون میده. ما آپدیت‌های زیادی رو از جاستین دیدیم که اونم فوق‌العاده به نظر میرسه، ولی تمام آپدیت‌های جاستین اونو توی بهترین حالتش با یه پمپ وحشتناک نشون میده، چیزی که در مورد نیک تقریباً برعکس میشه گفت هست. آپدیت‌های جاستین همیشه با یه نور خوبه و پمپ خوبی داره، ولی تقریباً میشه گفت که روی استیج ظاهرش فرق میکنه، ولی نیک دقیقاً برعکس اون عمل میکنه و این یه نکته است که میشه نیکو توی این زمینه تحسین کرد. نیک همیشه روی استیج بهتر از آپدیتاش ظاهر شده و واقعاً این تحسین برانگیزه. توی این آپدیت نیک فوق‌العاده به نظر میرسه و برای 13 هفته به نظر من شرایط خیلی خوبی داره و فکر کنم توی 13 هفته ما قرار بهترین ورژن نیکو ببینیم. به نظر من نیک حتی میتونست مسابقات آرنولد کلاسیک امسال رو شرکت کنه و با سامسون و هادی رقابت کنه و حتی سامسون رو هم بتونه شکست بده و جایزه $200,000 رو برداره. نظر شما چیه دوستان؟ به نظر شما نیک با این بدن میتونست توی نفرات برتر آرنولد کلاسیک امسال قرار بگیره؟ نظرتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید و به من بگید که به نظر شما نیک توی مسابقات نیویورک پرو چی کار قراره بکنه. توی بخش بعدی یه خبر دیگر رو داریم از مسابقات نیویورک پرو امسال و اون خبرم در مورد تونیو بورتون هست، کسی که قراره توی 13 هفته دیگه توی مسابقات نیویورک پرو امسال
امسال با نیک واکر رقابت داشته باشه. تونی توی سالهای اخیر تونسته پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشه و هر سری داره بهتر میشه و تونسته به یه بدن متقارن و متناسب برسه. تونیو قهرمان سال گذشته مسابقات نیویورک پرو هست و تونست با جوازی که توی نیویورک پرو کسب کرد به مستر المپیا بره و توی مستر المپیا به جایگاه 8 رسید که برای اون خیلی خوبه و بهترین مقامی است که تا به حال تونسته کسب کنه. ولی همونطورم که قبلا در مورد تونیو گفتم، تونیو به خوبی هنوز دیده نشده و به نظر من اون کم دیده شده. تونیو یکی از اون دسته افرادیه که تا به حال به خوبی دیده نشده و توی پیشبینیایی که توی سالهای گذشته بوده در مورد مسابقه هیچ وقت توی 10 نفر برتر قرار نگرفته، ولی نتیجه در واقع عکس این بوده. برخلاف همه این پیشبینی‌ها، تونیو سال 2022 تونست که توی 10 نفر برتر قرار بگیره و سال 2023 با پیشرفتی که داشت تونست توی جایگاه 8 بایسته. این یه پیشرفت خیلی خوب برای تونیو بود. خیلی‌ها معتقدن که وقتی نیک قراره توی این مسابقه بیاد 100% نیک قهرمان این مسابقه است و میتونه همه در روی تونیو ببنده. ولی من بر این باورم که ما قراره یه مسابقه خیلی جذاب و دیدنی رو شاهد باشیم. من فکر میکنم که نیک خیلی خوب میاد و تونیو هم توی مسابقات نیویورک پرو امسال یه مبارزه محکم رو بخواد بکنه و نذاره که نیک بتونه راحت این مسابقه رو ببره. نیک و تونیو هر دو آماده هستن. نیک تازگی دوران ریکاوری خودش رو تموم کرده و تونیو هم تونسته بعد از المپیا پیشرفت خیلی خوبی رو داشته باشه. توی 13 هفته دیگه ما قراره که یک رقابت خوب و دیدنی رو شاهد باشیم و من لازمه که اینجا این مژده رو به شما بدم که قرار مسابقات نیویورک پرو امسال رو ما برای شما به صورت لایو توی صفحه اینستاگرام ایفلکس فیتنس با 3 تا اس داشته باشیم با گزارش فارسی. پس مطمئن باشید که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که به محضی که اخبار مسابقات امسال میاد مطلع شید. سوال اینجا اینه که به نظر شما مسابقه نیویورک پرو چجور پیش میره؟ آیا تونیو میتونه نیک واکر رو به چالش بکشه؟ نظرتون رو برای من کامنت کنید. خبر بعدی که براتون دارم آخرین آپدیت بدنی که سامسون داودا قهرمان سال گذشته آرنولد کلاسیک از خودش منتشر کرده. به فاصله 2 هفته مونده به آرنولد کلاسیک اوهایو. و چقدر که ما سریع به اینجا رسیدیم. درست همین چند هفته پیش بود که من داشتم گزارش تهیه می‌کردم و میگفتم که 12 هفته مونده به آرنولد کلاسیک. الان فقط 2 هفته یا که 14 روز داریم به آرنولد کلاسیک و بدنا هفته به هفته داره بهتر میشه و ما هر هفته داریم آپدیت‌های بیشتری رو از شرکت کنندگان این مسابقه دریافت می‌کنیم. آرنولد کلاسیک امسال شور و هیجان بیشتری رو نسبت به سال‌های گذشته همراه خودش داره. توی رقابت امسال ما قرار شاهد رقابت هادی چوپان قهرمان سابق مستر المپیا و سامسون داودا قهرمان سال گذشته مسابقات آرنولد کلاسیک باشیم. رقابت نفرات اول و دوم این مسابقه میتونه بین هادی چوپان و سامسون داودا باشه که این نیز جذابیت این مسابقه رو دوچندان کرده. دو بدن کاملا متفاوت. هر دوی این قهرمان‌ها دارای نقاط قوتی هستن که به اون یکی برتری داره و در واقع توی چندین فیگور میشه اینا رو با هم مقایسه کرد که روی استیج ببینیم که کی از اون یکی برتری داره و رأی داورا چی خواهد بود. رقابت بین نفرات اول و دوم بسیار جذابه، ولی رقابت بین نفرات سوم تا ششم هم جذابیت خودشو داره و میشه گفت که حتی غیر قابل پیش بینیه. حالا توی قسمت بعدی یعنی بعد از سامسون بیشتر در مورد نفرات سوم تا ششم صحبت میکنیم. ولی برگردیم به سامسون توی این آپدیت هم مثل آپدیت‌های گذشته خودش فوق‌العاده به نظر میرسه و هرچی به مسابقه نزدیکتر میشیم بدنش داره تایتر و تایتر میشه، یعنی که داره کاندیشنینگ بیشتری رو میگیره، کات بیشتری رو میگیره و پوستش هم داره نازکتر میشه. باید ببینیم که پکیج آخری که قرار روی استیج بیاره آیا میتونه هادی رو توی یه سری از فیگورا به چالش بکشه یا اینکه میتونه اون پوست رو نازک کنه. در واقع توی هفته‌های آخر مونده به مسابقه فقط بحث کاندیشنینگ و کات و خشکی پوسته. در واقع پوستی مثل کاغذ باید داشته باشه سامسون اگر میخواد هادی چوپانو به چالش بکشه. سامسون مسابقه به مسابقه در حال پیشرفته، جوریه که همه این روزها از پیشرفت‌های سامسون دارن صحبت میکنن. ولی حالا ما باید ببینیم که توی فاصله 2 هفته دیگه سامسون میتونه اون پوست رو نازک کنه و میتونه کاندیشنینگ خوبی بگیره که بتونه بزرگترین سد خودش یعنی
هادی چوپانو پشت سر بذاره. در واقع اگه سامسون بتونه توی این مسابقه هادیو به چالش بکشه، میتونه به مراتب شانس بهتر و بیشتری رو برای مصر المپیا شدن داشته باشه. نظرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید دوستان. به نظر شما سامسون همه اون ویژگی‌ها رو داره که بتونه هادیو پشت سر بذاره، یا اینکه هنوز سامسون باید تلاش بیشتری کنه تا که بدن خودشو به اون شرایط برسونه؟ توی بخش بعدی قرار در مورد 2 نفر براتون صحبت کنم که میتونن نتیجه مسابقه ها رو جابجا کنن و حتی میتونن بازی رو عوض کنن. 2 نفر که هر دو شانس خیلی خوبی رو دارن که بتونن توی 3 نفر برتر قرار بگیرن. نفرات برتر این مسابقه قطعاً هادی و سامسون هستن و من دارم اینجا در مورد جایگاه سومی صحبت میکنم. 2 نفر اینجا هستن که میتونن هر دو برای جایگاه سومی با هم رقابت تنگاتنگی رو داشته باشن. این 2 نفر هر دو اهل برزیل هستن و با آپدیت های اخیر خودشون تونستن همه ما رو تحت تاثیر قرار بدن. ما در مورد رافا براندو و مارسلو دیانجلس صحبت میکنیم که هر دوی اینها دیروز یه آپدیت رو از خودشون منتشر کردن که تقریبا هم مثل هم هست. هر دو فوق‌العاده به نظر میرسن و باید این واقعیت رو در نظر گرفت که بدنسازی توی برزیل یه چند سال گذشته به یه سمت و سوی دیگه ای رفته و حسابی تونسته پیشرفت کنه. مارسلو و رافائل توی برزیل طرفدارای زیادی رو دارن و احتمال زیاد طرفدارای بدنسازی توی برزیل الان به 2 دسته تقسیم شدن. یه سری طرفدار مارسلو هستن و بقیه هم طرفدار رافائل. به نظر من هر دوی اینا قراره توی جایگاه بالایی از جدول مسابقه قرار بگیرن و در واقع هر دوی اینا میتونن توی جایگاه سوم قرار بگیرن. باید ببینیم که کدوم قرار سوم بشه و کی میتونه به جایگاه 4می برسه و شاید هم یه نفر دیگه بیاد و بتونه که هر دوی اینا رو شکست بده و اون توی جایگاه سومی قرار بگیره. و همونطور که توی قسمت قبل گفتم، رقابت بین نفرات سوم تا 6م هم توی این مسابقه از جذابیت بالایی برخورداره. ما هر هفته داریم آپدیت‌های زیادی رو از شرکت کنندگان این مسابقه دریافت میکنیم که هر کدوم برای خودش فوق‌العاده هست و میتونه در واقع نتیجه رو در پایان عوض کنه. به نظر شما رافائل و مارسلو چجوری قراره کنار هم قرار بگیرن و کی میتونه اون یکی رو شکست بده؟ به نظر شما کدوم قرار سوم شه و کدوم 4م؟ این که فکر میکنید یه کس دیگه ای میاد و هر دوی اینا رو شکست میده؟ نظرتون رو برای من کامنت کنید. توی بخش بعدی کسی رو داریم که با آپدیتاش نشون داده که میتونه رقیب سرسختی برای مارسلو و رافائل باشه. اون میتونه اگه شرایط خوب باشه به راحتی به 3 نفر برتر راه پیدا کنه و شرایط رو برای مارسلو و رافائل سخت کنه و اون جیمز هالینگزهد هست که هر هفته با آپدیتاش داره همه ما رو شگفت زده میکنه. در واقع جیمز توی آپدیتاش داره نشون میده که داره به نفرات برتر نزدیکتر میشه و داره کم کم جایگاه خودش رو پیدا میکنه. من فکر میکنم همه کسایی که امروز توی این ویدیو در موردشون صحبت کردیم، یعنی هادی، سامسون، مارسلو، رافائل و جیمز، میتونن جزو 5 نفر برتر باشن و در واقع 5 نفر برتر این مسابقه میتونن اینا باشن، ولی چیدمان بین نفرات 3، 4، 5 میتونه تغییر کنه. من فکر میکنم هر 5 تای این افراد میتونن جزو نفرات برتر باشن، ولی نه لزوما به ترتیبی که گفتم. بین همه آپدیت هایی که توی هفته‌های گذشته ما دیدیم، قطعاً این 5 نفر از همه تاثیرگذارتر بودن و الان دارم براتون چند تا از عکسای جیمز رو میذارم که توی بهترین حالت و آماده ترین حالت خودش قرار داره. جا داره که بگم که زیر نظر میلوس داره کار میکنه و فکر کنم با میلوس تونسته اون فرمول طلایی رو پیدا کنه. و نکته جالب توجهی هم در مورد میلوس اینجا هست که در واقع 3 نفر رو توی این مسابقات میلوس کوچ میکنه و هر 3 اونا توی 5 نفر برتر قرار دارن که این چیزیه که میلوس رو داره تبدیل میکنه به یکی از قوی ترین مربیای حال حاضر بدنسازی. میلوس امسال میتونه که 3 نفر از نفرات برتر رو داشته باشه، یعنی سامسون داودا، مارسلو دیانجلس و جیمز هالینگزهد که هر 3 با میلوس کار میکنن. دوستان الان 14 روز مونده تا مسابقات آرنولد کلاسیک اوهایو و هر روزه با آپدیت هایی که ما میبینیم پیش بینی این رقابت سخت‌تر میشه و این رقابت رو جذابتر میکنه. افراد زیادی تا به حال پیش بینی خودشون از نفرات برتر این مسابقه رو اعلام کردن. من اینجا دوست دارم که
پیش بینی شما رو از نفرات برتر بدونم. 5 نفر برتر شما کیا هستن؟ برای من 5 نفر برتر خودتو توی کامنت ها به ترتیب بنویس. مرسی از همه شمایی که این ویدیو رو تماشا کردید. این ویدیو رو لایک کنید، برای من یه کامنت بذارید. خیلی دوست دارم انتقادات و پیشنهادات شما رو در مورد سبک جدیدی که دارم براتون کار میکنم بدونم. این ویدیو رو با دوستاتون توی شبکه‌های اجتماعی دیگه هم به اشتراک بذارید و مرسی که ما رو ساپورت میکنید و دنبال میکنید. تا ویدیوی بعد شما رو به خدا میسپارم.